در همایش ذکر شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی جشن‌های ملی خلق تاجیک را از نو احیا کرده با عملی سازی اقدام‌های ضروری آنها را به طور شایسته معرفی نموده مقام بین‌المللی بخشیدند. تاکید گردید که جشن و مراسم فرهنگی و سنتی مهمترین عامل متحد کننده عمومیت‌های گوناگون بشری به شمار می‌رود. محض با تشبث و تدبیراندیشی‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تاجیکستان و بیرون از آن جشن‌های ملی خاصا نوروز عالم‌افروز، صده، مهرگان و تیرگان در سطح خیلی بلند تجلیل می‌گردند. تاجیکان در تاریخ بشر از جمله خلق‌های کهن بنیاد و تمدن‌آفر به حساب رفته با قدرت ازلی خود جشن‌های ملی خود را تا به امروز حفظ کرده و جهانیان معرفی نمودند. تأکید شد که نیاگان آریایی مردمی تاجیک جشن صده را با وجود نادیده گرفتن و مانع ایجاد کردنهای زیاد همچون جزء جداناپذیر خاطره فرهنگی چندین هزار ساله خود و به صفت دردانه‌های گرانبهای معنوی حفظ نمودند. در رابطه با آن که این جشن خصوصیت تخویمی داشته آن یک نوع آمادگی مرد دهقان به کشت و کار بهاری را دارا میباشد، اشتراکیان تاکید داشتند که جشن صده افاده پیوند زندگی انسانها با طبیعت، دوره آمادگی به استقبال بهار و نوروز، اینچنین دوره نهالشینانی، کشت و کار بهاری و دیگر کارهای کشاورزی می باشد. این است که تیاری به جشن صده چون رمزی گرمی و نور از جاویدانگی خورشید عالمتاب بشارت داده با برگزاری چاره‌بینی‌های عمومی استقبال می گردد. مقصد از برگزار نمودنی جشن صده این شناس نمودنی جوانان دانشجویان با تاریخ کهنی جشن که اجدادان ما آفرانده ای جشن کهن می باشند و در این راستا جشن صده یکی از جشن‌هایی می باشند که برای متحدی صلح و صلاح هدایت می نماید و این جشن از زمانهای قدیم تا امروز با اثر گذراندن تحولات معین این فونکسیای خود این وظیفه خود را اجرا کرده ایستاده است. برابری صاحب استقلال شدن با اقدام‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جشن صده از نو احیا گردید. سال 2023 نمیناسیای مشترک تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران جشن صده به فهرست میراث غیرمادی یونسکو وارد گردید که این هم یکی از دستاوردهای زمان استقلال پیش از اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت می باشد. در همایش گفته شد که صده جشن مردمی بوده تاریخ کهن دارد. برگزاری جشن صده در اثرهای تاریخی، بدیعی و مخصوصا قصیده ها تصویر یافته است. صده در تاجیکستان رسما 30 ینوری هر سال جشن گرفته می شود. عنعنه های حیات دوستانه جوهر جشن صده را تشکیل می نماید. در بین سنت های صده گلخن افروختن موقعی اساسی دارد. به این معنی این جشن را می توان جشن میلاد آتش یعنی منبع گرمی و نور نامید. در همایش محققان با معروضه ها در موضوعهای پیشوای ملت و احیای جشن صده، اسطوره ها عاید به پیدایش جشن صده و انعکاس آیین جشن صده در سرچشمه‌های تاریخی برآمد نمودند.